این دستگاه هر حرکتی ببینه بهت خبر میده. دستگاه رو از تو کارتون در میاریم همچین چیزی میبینیم، یه سری ضربه‌گیرای خفن که به هیچ شما آسیبی به دستگاه نمیرسه. حالا بریم ببینیم که این کارتون چیا هست. یه کابل لن، دفترچه راهنما، کابل برق. این دستگاه مستقیم 220 بهش وصل میشه. موس دستگاه، CD خود دستگاه، برنامه دستگاه، کابلای هاردش و سوکت ها و پیچ هایی که برای نصبش نیاز میشه. میرسیم به خود دستگاه. راهکار ویدیو پاک برای پروژه های بزرگ. 64 تا دوربین تحت شبکه رو ساپورت میکنه. رزولوشن دوربینا 8 مگاپیکسل رو ساپورت میکنه. 8 تا هارد 10 ترابایت رو ساپورت میکنه و یه فضای ذخیره‌سازی خیلی زیاد به شما میده. 16 تا ورودی خروجی آلارم داره که برای هر کدوم میتونید یه چیزی تعریف کنید. مثلا میگه اگر که کسی از جلوی دوربین رد شد برای من آلارم بفرست، یا اگر کسی جلوی دوربین پوشون برام آلارم بفرست، یا اگر هارد پر شد برای من آلارم بفرست. 2 تا پورت لن داره، پورت ایساتا داره، یه پورت USB عقب داره، 2 تا جلو. RS232 رو ساپورت میکنه، خروجی VGA داره، 2 تا خروجی HDMI داره 4K و ورودی خروجی صدا ساپورت میکنه. هر سوالی در مورد این دستگاه داری زیر همین پست از همون بپرس.